Who are you? I'm the Flash. سلام فلش بخشش زبان آموزان. نام من صدیق و امروز ما با شما با فیلم فلش زبان انگلیسی می‌آموزیم. اوکی همگی با فکرم فلش را میشناسند. این از همه پرسوناژ تیزداوترین در دیسی است و امروز ما با شما از سریال فلش و سوپرگرل یک پارچه آن را تحلیل میکنیم و میآموزیم. به شف دوستان آغاز میکنیم. اول پارچه فیلم را تماشا میکنیم و بعد آن را تحلیل میکنیم. رفتیم. Okay, you guys, I'm here. You got my location? You good? You don't need to like stretch or something? No, I'm good. I'm good. Let's take this tachyon enhancer off for test drive. Let's see how long it takes you to get back here. On my count. 3, 2, 1, go! How did you do that? I'm Supergirl. You're who now? Who are you? I'm the Flash. The who now? Wait, do you not know who I am? Should I? Not as sorry as I am. Hey, I'm Barry Allen. I'm the fastest man alive. I also think that I am on the wrong Earth. I'm gonna need your help. بعد از تماشا دوستان اینک ما پارچه فیلم رو تحلیل میکنیم و کلمه های نوی آن را میآموزیم. یکم کلمه ای که فلش در اینجا میگوین Okay guys, you got my location. Okay, you guys, I'm here. You got my location? اوکی خوب بچه‌ها شما مکان جوگیرشوی ما را دارید. You got my location. Location در اینجا مکان جوگیرشوی است. مثلا No one knows his location. هیچ کس مکان جوگیرشوی او را نمیداند. He's disappeared from everyone's sight. و از نظر همگی نابود شده است، گم شده است. جمله دیگر You good? You don't need like to stretch or something. You good? You don't need to like stretch or something? یعنی تو خوبی و تو گرم شدن یا کیمیونات رو کشیدن لازم نیست. No, I'm good. No, I'm good. من خوبم. Stretch در اینجا این وقتی که ما سحر از خواب میخزیم ما استرچ میکنیم میان خود را میکشیم که خود را کمی گرم میکنیم و در فیلم بروسلی هم پیش از جنگ با چاک نوریس بروسلی استرچ میکنن یعنی میان خود را گرم میکنن. این 100% تشکر که بروسلی برای نمایش و برای فهمیدن استرچ چی بودن. جمله بعدی Let's take this tachyon enhancer off for the test drive. Let's take this tachyon enhancer off for test drive. بیایید این تاکیون انهانسر را برای تست درایو یعنی برای سنجش میگیریم. تاکیون انهانسر این همون قلابی است که فلش در پیش در قفسه سینه خود میموند و این گویا با سرعت رو بلندتر میکند و تیزتر میکند. یعنی تست درایو این سنجش است. یعنی ما در ماشین ها تست درایو داریم وقتی که ماشین نو میبرد اونها رو تست درایو میکنند. تست درایو سنجیدن سرعت و آن همون خاراکتریستیکایی که چی رو باید اونها دیگر کنند، چی رو علاوه کنند یا چی رو کمتر کنند. این خلاصه تست درایو این سنجش است. Let's see how long it takes you to get back here. Let's see how long it takes you to get back here. بیاید میبینیم که با تو چند قدر وقت لازم میشد برای برگشتن به اینجا. یعنی how long does it take you چند قدر وقتی تو رو میگیرد. How long چند قدر take یعنی وقت رو گرفتن است. در اینجا وقت رو در نظر دارن. یعنی how long it takes you چند قدر وقتی تو رو میگیرد. مثلا it takes me 2 hours to go to the work and come back. این برای من 2 ساعت وقت رو میگیرد هر روز به کار رفتن و اومدن. یا اینکه مثال دیگر This video lesson took me 2 days. این ویدیو درس 2 روز وقتی مرا گرفت. یعنی من این ویدیو درس رو در 2 روز تیار کردم. tak on my count با حساب من count این حساب کردن است. On my count. 3, 2, 1, go! و برمیگردیم به دیگر صحنه یعنی وقتی که فلش علاقه سوپرگرل رو میخورد و میبیند که چقدر پرواز میکند در حیرت مانده میپرسد How did you do that? یعنی How did you do that? و سوپرگرل به یگون
مشکلی میگوید I'm a super girl من سوپر دخترم من سوپر گیرلم I'm Supergirl. You're who now? You're who now این با زبان تاجیکی ترجمه می شود کی؟ Who are you? I'm the Flash. The who now? سوپرگرل در نوبت خود با او میپرسد Who are you؟ تو کی؟ و فلش با همون فخر میگوید I'm the Flash من فلشم I'm the Flash. سوپرگرل از او میپرسد Then who now؟ یعنی تو کی؟ The who now? Wait, do you not know who I am? Should I? Wait, do you not know who I am? یعنی ایست تو نمیدونی که من کیم؟ یعنی do you not know در اینجا بسیار عبارات که خوب است دوستان عادتا وقتی که ما یکون چیز رو میپرسیم don't you know میگوییم you don't know یا که don't you know who I am و در اینجا فلش تماما دیگر عباراتی که دیگر استرکتورای جمله رو استفاده میبرد do you not know who I am یعنی do you not know who I am تو نمیدونی که من کیم should I من باید دونم یعنی should I من باید دونم یا من باید را بشناسم Not as sorry as I am. ای شرمنده not sorry as I am این شرمنده ترجمه می شود یعنی ترجمه معنوی است یعنی ای شرمنده وای ما کردیم وای ما نشد Hey, I'm Barry Allen. I'm the fastest man alive. Hey, I'm Barry Allen. سلام من باری آلن هستم The fastest man alive تیزترین مرد تیزدوترین مرد یا که چقدرترین مرد زنده یعنی در حیات I also think that I am on the wrong earth. Also think I'm on the wrong earth من هم فکر میکنم که من در زمینی درست نیستم من در دیگر سیارم I'm gonna need your help. فلش با سوپرگرل میگوید and I'm gonna need your help و من با کمک تو لازم میشود یعنی من با کمک تو احتیاج پیدا میکنم در آن I'm gonna need your help این بود دوستان درسی که تو با فیلم فلش در کامنت‌ها نویسید که کدام فیلم ها رو شما بازنگر میبینید با ما با اونها یک ویدیو درس دیگر میکنیم تو درس های دیگر بای